ترمز ABS و CBS چه فرقی با هم دارن؟ سیستم CBS اسم کاملش کامبی بریک سیستمه. کارش چیه؟ وقتی تو فقط ترمز عقب رو میگیری، این سیستم مثل یه رفیق با مرام خودش یه مقداری از ترمز جلو رو هم درگیر میکنه. مثلا 30% جلو و 70% عقب. چرا؟ تا موتورت کله نکنه و تعادلت حفظ بشه. خوبه، ولی واسه کجا؟ واسه ترافیکای شهری و رانندگی آروم. معایبش کجاست؟ زمین خیس، چون اگه چرخ قفل کنه لیز میخوری و کارت تمومه. مورد دوم سیستم ABS که مثل یه فرشته نجاته. اسم کاملش آنتی لایک بریک سیستمه. این یکی دیگه شوخی نداره. وقتی ترمز رو میکوبی تا ته، این سیستم مثل یه ربات هوشمند لنت‌ها رو تو ثانیه 10 بار قطع و وصل میکنه. کارش چیه؟ نمیذاره چرخ قفل کنه. حتی اگه روی یخ ترمز بگیری، چرخ میچرخه و فرمون هنوز تو دسته خودته. واسه کجا خوبه؟ واسه رانندگی تو بارون، شن و ترمزهای وحشتناک یهویی. پس اگه موتور بعدیت رو میخری، به برچسب روش دقت کن. این 3 حرف ABS گرونتره ولی قیمت جونته. این پستو بفرست واسه رفیقت که فکر میکنه ترمز فقط لنت عوض کردنه. بذار بدون چیزی زیر پاشه.